از همین خاطر در ثقافت ما شکست فرار از دشمن گناه کبیر است. ما قوم غیور هستیم، ما قوم مهاجم هستیم، ما قوم هستیم که از دشمن در دل هراسی نداریم. از همین خاطر فرار از دشمن در ما تنها به غیرتی نیست، بلکه گناه کبیره و اکبر کبایر است. هی به غیرت هایی که امروز با جهاد مخالفت میکنه، از اونا ما سوال میکنم که یک کس به جهاد میره، اسلحه رو میبرداره، به میدان جهاد استاد میشه، در صف جهاد ضعف نفسی برش پیدا میشه و فرار میکنه، او به گناه کبیره مرتکب شود. تو که اراده جهادم نداری، شوق جهادم نداری، آمادگی جهادم نداری، پایتان به گرد جهاد آلوده نمیشه، خدا با تو چی معامله خواهد کرد؟ مشکلی است که ما مجاهدین خود با محبت غنیمت آموخته کرده بودیم. جنگجویای ما در جنگ گذشته با محبت پادشاهی و با محبت غنیمت جنگ میکردن. انگیزهشان از جنگ انگیزه قدرت خواهی و انگیزه غنیمت ستایی بود. امروز زمانی که قدرت از راه کفر برشان رسید و مال از راه کفر برشان رسید، ضرورت به غنیمت و به قدرت نشد که از راه جنگ قدرت پیدا کنن و از راه غنیمت قدرت پیدا کنن. امروز اونا از اصل داعی جنگ منکر شدن. و اگر این لشکر مجاهد در جنگ گذشته با محبت شهادت تربیه میشد، با حب شهادت تربیه میشد، با حب ملاقات با حور العین تربیه میشد، این مطالب امروز امریکا برشان داده نمیتونستن. از این لحاظ امروز تا به امروز به شوق شهادت تشنه و گرسنه در میدان جهاد ثابت قدم میماندن. ما در پهلوی ازی که جنگجوی مدافع از وطن هستیم، ما در پهلوی ازی که دشمن خود ضربه داده میتونیم، ما صاحب رسالت و دعوت هستیم، دعوت آزادی بخش و زندگی بخش به دنیا. از همین خاطر پروردگار شهیدم مرده نمیگه و از همین خاطر پروردگار جهادم زندگی خطاب کرده. جهاد پروردگار دعوت زندگی بخش به انسانیت میدانه. جهاد من به مردم زندگی میبخشه، شهادت من به مردم زندگی میبخشه. شهید خود مثل من حیث شمع میسوزانه، مگر محفل تاریکی دیگه مردم روشن میسازه. جهاد ما هم در ظاهرش قتل است، سوزاندن است، ویران کردن است، مگر این جهاد خانه متجاوزین ویران میکنه، این جهاد معتدین تباه میکنه، این جهاد ظلم از بین میبرداره، این جهاد شرک از بین میبرداره. به انسانیت، همه انسانیت، جهاد ما به انسانیت حیات میبخشه. پروردگار انسان را که به خاطر سرنوشت خود، به خاطر هدف خود زندگی نمیکنه، به خاطر آخرت خودم زندگی نمیکنه. انسان اسلام در دیگه جای زنده را مرده گفته، در اینجا مرده را زنده میگه و در اونجا زنده را مرده میگه. رسول صلی الله علیه وسلم میفرماید مثل الذي يذكر الله كمثل الميت، مثل الذي يذكر الله كمثل الحي و مثل الذي لا يذكر الله كمثل الميت. مثال کسی که ذکر پروردگار را میکنه مثال زنده است و مثال کسی که ذکر پروردگار نمیکنه مثال مرده است. انسانی که زنده است، مشغول شهوات است، مشغول له و لعب دنیاست، ذاکر نیست، پروردگار میگه که این مرده است، زنده نیست. مفاهیم مرگ و زندگی در ترازوی اسلام با مفاهیم مرگ و زندگی پیش یک انسان به هدف فرق میکنه. اون انسانایی که امروز به خاطر اسلام زندگی نمیکنن، به خاطر پروردگار خود زندگی میکنن، اونا مرده های زنده هستند که بروی زمین صرف روزی میخورن، پروردگار عبادت نمیکنن. زندگی از آن کسایی است که به خاطر هدف زندگی میکنن. زندگی به خاطر هدف زندگی است، مرگ به خاطر هدف زندگی است و زندگی بدون هدف مرگ است. از همین خاطر اعلام و مدیا و مطبوعات دشمن کوشش میکنه به ما نسل جوانی را تربیه کنه که اون نسل جوان غیر ساز و سرود و غیر زلف و ابروی باریک و کمر باریک چیزی دیگر را در ذهنش نباشه. از همین خاطر
شما میبینید که امروز نسل جوان ما با پروگرام 24 ساعته موسیقی و رقص تربیت میشه. برین شما انصاف کنید، از علمای علم نفستان پرسان کنین که یک انسان از لحاظ علم نفس غربی شما که شما به او عقیده دارین، یک انسان 24 ساعت به شنیدن ساز ضرورت داره؟ آیا یک انسان 24 ساعت به تربیت شهوترانی ضرورت داره؟ و اگر نداره شما چرا نسل جوان ما را نسل عاطل و باطل و شهوتران و به هدف تربیت میکنین از لحاظ وسایل دست جمعی خوش؟ به صدها جوان امروز داریم که در عمر شهوت قرار دارن و در عمر ازدواج قرار دارن، در منتهای غرور جوانی قرار دارن و در منتهای مرتبه حب شهادت و عملیات فدایی واقع هستن. زاری میکنن با منظمین پروگرام جهاد که ما را در لیست بگی. نوبت ما را یک ذره پیش کن. فتواهای گمراه کن علمای فروخته شده و دست نشانده امریکا و مطبوعات امریکا نتانستند که بین نسل جوان ما و بین شهادت حائل شود. ما از همتان دعوت میکنیم که بیاین با شهید زندگی کنیم، بیاین در مدرسه شهادت تربیت شوید. لذت را که ما در اون زندگی میکنیم، اگر شما بدانید که ما در کدام لذت و نعمتی هستیم، زندگی خود فراموش خواهد کرد. از مقوله حضرت علی صاحب روایت است: لو علم الملوک، اگر پادشاه بدانند که ما در کدام نعمت قرار داریم، لجالدون علیه بسیوف، با شمشیر جنگ خواهد کردن و این نعمت از ما خواهد گرفتن. ما مردم شکست خورده نفسی نیستیم، ما عقده های نفسی نداریم، ما مشکل زندگی نداریم، ما با مشکلات نفسی مواجه نیستیم، ما در زندگی خود آرام و خوش هستیم، ما زندگی خوشی فامیلی داریم، ما کاملا از لحاظ صحت انسانهای نرمال و هوشیار هستیم. مگرم فهم ما با زندگی با زندگی دیگه مردم فرق داره. در یک قومی که به صدها فدایی دو پیدا میشه که به میدان شهادت میشه تابند، چرا در این قوم یک کسی را پیدا نمیکنی بدون میدان جنگ خود بکشه؟ اگر اینا انتحاری باشن، چرا انتحاری که مثل که در غرب و در امریکا چی نمیشه؟ امریکا نتانست در اوج تمدن خویش، در اوج سرمایه‌داری خویش، جوانای خود از شر خودکشی نجات بده و ما در فقر خودکش نداریم. پروردگار به ما شهادت نصیب کنه و ما از نعمت شهادت محروم نکنه. استاد نشیم که فردا به شاگردای شهید خود بگوییم کونا به که استاد تو به ما در شهادت میدادی، چرا شهادت محروم شدی؟ پروردگار از این محرومیت ما را نجات بده. پروردگار نسل جوان ما را محبت شهادت نصیب کنه و مدرسه شهادت پروردگار فیوزات و برکاتش بالای امت اسلامی عام بسازه تا امت از این ذلتی که ما در زندگی میکنیم، از ذلت مادیت، از ذلت عبودیت، از ذلت خوف، از ذلت شهوات، از ذلت ترس و محبت دنیا نجات پیدا کنه. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين.